بردی سخت با سیستم عجیب. رئال مادرید 2 سلتا ویگو 1. ما داشتیم توی دفاع سیستم 5-4-1 بازی می‌کردیم و سیستمی هم که الان روی صفحه میاد و میتونید ببینید 3-4-3 بود که ما داشتیم در حمله بازی می‌کردیم. کاماوینگا وقتی که توپ نداریم متمایل داره میشه به سمت چپ، از طرفی فد والوردم داره متمایل میشه به سمت راست و سه نفرم راست که جود بیلینگام باشه، مهاجم نوک که کیلیان امباپه باشه، مهاجم چپمون که وینیسیوس جونیور باشه. این کنار بودن، یعنی یه خط دفاعی داشتیم با سه نفری که اون بالا بودن. یه حالت دوناتی شیک در واقع بهش میگن و خب این باعث میشه که شما مرکز زمین رو از دست بدی. شما وقتی داری سه دفاعه بازی میکنی اولین چیزی که بهش باید دقت بکنی اینه که خب سیستمیه که کمتر قراره به تیم حریف موقعیت بدی، ولی ما از عمقمون موقعیت دادیم. سوالی که از شما میپرسم و دوست دارم جوابش رو به من بدید، اگر اون توپی که به لوکا مودریچ رسید دست فد والورده، دست شوامنی، دست کاماوینگا بود، آیا اون پاس تو عمق ارسال میکرد؟ ما رودریگو رو آوردیم تو گل زدیم. سه روی کرد داره. یک، آقا ما بیایم بازم حمله کنیم